فکر کردی برای تموم شدن یه بازی فوتبال توپ‌ها چه بلایی سرشون میاد؟ توی لیگ‌های سطح بالا مثل لیگ برتر انگلیس معمولا یه مسابقه با 22 تا توپ برگزار میشه. 16 تا توپ جمع کن دور زمین هستن و هر کدوم یه توپ دستشونه. توپ اصلی هم داده میشه به داور برای شروع بازی. 5 تا توپ دیگه هم به عنوان ذخیره تو جای مشخص زمین نگه داشته میشن. حالا اگه یه بازیکن توی مسابقه هتریک کنه، حق داره توپ بازی رو با خودش ببره. بازیکنایی هم که توی بازی‌های مهم خیلی خوب بازی کنن میتونن توپ رو به عنوان یادگاری با خودشون ببرن خونه. غیر از اینا بقیه توپ‌ها بعد از بازی توسط داور جمع میشن و یکی یکی بررسی میشن. توپ‌هایی که خراب شده باشن کنار گذاشته میشن، ولی اونایی که سالم باشن تمیز و آماده میشن واسه بازی بعدی. آخر فصل همه توپ‌های باقی مونده رو دوباره جمع میکنن. اگه قرار باشه فصل بعد از همون مدل توپ استفاده کنن، میفرستن کارخونه و رویه بیرونی توپ‌ها رو عوض میشه. اما اگه مدل جدید بیاد، توپ‌های قدیمی میرسه دست تیم‌های پایه باشگاه‌ها. اگه اینو نمیدونستی لایک کن و ساب یادت نره. اگه از قبل میدونستی توی کامنت‌ها بنویس میدونستم.